سلام بچه ها، به روز 6 از چالش فرمدهی بدن خوش اومدید. امروز میخوایم روی کناره های بدن کار کنیم و تقویت فیله کمر. همراه من باشید. 5 تا تمرین داریم که انجام بدیم. بعدمی که حستو بعد تمرین حتما به هم بگو. منتظر هستم که ریسپانس های شما رو ببینم. بریم که شروع کنیم. حالا دم میگیرم، کمر رو گود میکنم، بازدم گرد. این تمرین رو 10 تا انجام بده. تمرین بعدی، دست و پای مخالف رو میکشم توی خط صاف، چند لحظه مکس عوض میکنم. این تمرین هم 10 بار انجامش بده. بچه این تمرین برای گودی کمر هم خیلی خوبه ها و قوز پشت. دم و بازدم. 10 تا رو که انجام دادی میشینی، مچ دست رو به رو، دست رو چرخش بده، جهت عکس، مچ دست به بالا و پایین. خب پاها رو صاف کن، پشت صاف. میتونی دستتو بذاری کنار بدنت اگه تعادل نداری. پا پوینت و فلکس حرکت 10 بار. حالا دونه دونه حرکتش میدم. حالا فلکس نگهش میداریم. دونه دونه پاها رو بدونه که کمرم عقب بره حرکت میدیم. بعد اینکه بدن خوب گرم کردیم، مثل تمرین روز اول، پاها رو بیشتر از عرض لگن باز میکنم، پنجه ها رو به بیرونه، دستا رو قلاب میکنم به هم دیگه، شکم رو صفر نگه داشتم، کمر گود نیست، دم میگیرم و با بازدم میرم سمت چپ، بازم میره عقب، سمت راست. این حرکت رو 20 تا انجام بده. یه بار راست، یه بار چپ، دم و بازدم. میریم سراغ تمرین دوم، تمرین راشن تویست. دستا رو مشت میکنم، نگه میدارم، پاها رو از زمین جدا میکنم، دم میگیرم و با بازدم پیچ رو انجام میدم. اگر حس میکنی تعادل نداری، پاتو بذار روی زمین. این حرکت هم 20 تا انجام بده. پشتم صافه ها بچه ها. خب بچه ها میریم سراغ تمرین سوم، کشش ایستاته. پاها رو یه مقدار بیشتر از عرض لگن باز نگه میدارم، شکم سفته، دستا پشت گوش، دم میگیرم و بازدم میرم سمت راست، برمیگردم. 15 تا برای هر سمت انجامش بدین. پایین تنم ثابت. تا جایی میرم پایین که به کمرم خیلی فشار نیاد. قبل اینکه تمرین بعدی رو انجام بدیم، یه چند تا گربه رو با هم دیگه بریم. دم و بازدم. 5 تا گربه. پنجمی که رفتیم میخوایم روی شکم. میخوایم بریم روی تقویت فیله ها. پاها اندازه عرض لگن بازه، دستا کنار سینه است. بچه‌ها بازوها باز نیست، بازوها قشنگ چسبیده در طول اجرای تمرین کنار بدن. پیشونی روی زمینه، دم میگیرم و با بازدم باسن رو صفر نگه میدارم، شکم صفر، بالا تنه رو تا زاویه 90 میارم بالا، برمیگردم. نگاه رو به زمینه ها بچه ها. این تمرین رو 15 تا انجام بده. میریم سراغ تمرین بعدی. توی تمرین بعد اسم حرکت سوپرمن هست. دست و پا کشیده صافه. مبتدی ها دست و پای مخالف رو از زمین جدا میکنن فقط. یه راست، یه چپ. 10 تا. خب؟ پیش رفته ها دم میگیرم و بازدم دست و پا همزمان با هم جدا میشه. نگاه رو به زمین. برمیگردم. 10 تا. آروم برمیگردیم، میریم توی سجده. چند ثانیه مکس با پشت گرد میام بالا.
بیام تو حالت 4 دست پا، دوباره گربه. کشش میدم راست چپ، راست چپ، راست چپ. یه کشش هم رو به جلو داریم. میای رو به جلو، میمونیم چند ثانیه مکس. آروم با پشت گرد میام بالا، شونه ها رو حرکت میدیم جهت عکس. دم بگیر، بازدم. خسته نباشید.